سلام دوستان، خوش اومدین به این کلیپ. من شکوفه عرفانی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. این کلیپ پارت 2 خطاهای شناختی هست. اگه پارت 1 رو ندیدین حتما ببینید. تو پارت 2 خطاهای شناختی گفتیم خطاهای شناختی خطاهایی هستند که جلوی تفکر صحیح ما رو میگیرن. اگه خطاها زیاد بشن توی ذهن ما، توی روابطمون با خودمون اول، بعد خانواده‌مون، مدرسه، همسایه، دوست، همسر، مشکل ایجاد میشه و این تفکرها انقدر زیاد میشن که ممکنه باعث اضطراب و استرس توی ما بشن و ما نتونیم درست فکر کنیم. این خطاها گفتیم خطاهایی هستند که از صبح که بلند میشیم تا شب مدام توی ذهن ما میان، مدام تو ذهن ما در حال چرخشن، اما اونجای آسیب زننده است که ما نمیتونیم دیگه جلوشو بگیریم و این خطاها انقدر زیاد میشن که جلوی پیشرفت و زندگی ما رو، اصلا زندگی عادی و معمولی ما رو میگیرن. حالا این خطاها تو پارت 1 چه خطاهایی رو گفتیم؟ تو پارت 1 خطاهایی رو گفتیم به نام پیشگویی، پیشبینی، فاجعه انگاری، برچسب زدن، شخصی سازی و دست کم گرفتن جنبه‌های مثبت، فیلتر منفی و تعمیم افراطی و تفکر دو قطبی. اما توی این کلیپ و پارت 2 میخوایم راجع به خطاهای دیگه شناختی صحبت کنیم. اولین خطای شناختی خطای بایدها و نبایدهاست. یعنی من باید غذام عالی بشه، من باید نوازنده خوبی بشم. وقتی این بایده میاد تا حدیش خوبه ها، باعث میشه ما تلاش کنیم و مدام پیشرفت کنیم که بتونیم یه نوازنده عالی بشیم، یه سخنران عالی بشیم. اما این بایده اگه ما تلاشمون بکنیم و به اون حدی که میخوایم نرسیم، اون بهترین نوازنده نشیم، بهترین نقاش نشیم، ممکنه اون احساس خیلی شکست و اون فاجعه انگاریه به ما دست بده. چون من بایده رو انتظار داشتم دیگه، مثلا من باید نمره 20 بگیرم، وقتی میرم امتحان میدم و نمرم میشه 18، تو ذهن من انگار یه ساختمون خراب شده. به خاطر همین این بایده رو باید در حد کنترلش ما نگه داریم. دومین خطایی به اسم مقصر دانستن. دیدین بعضیا رو همش مقصر میدونن، هر اتفاقی که میفته، هر اشتباهی که میکنن یا هر خطایی که میکنن دیگری رو مقصر میدونن، انگار میخوان خطا و اشتباه خودشون رو گردن دیگری بندازن. این میشه مقصر دانستن. سومین خطا مدام یا همون مدام در حال مقایسه های غیر منصفانه است. مقایسه های غیر منصفانه توی والدین خیلی زیاده که نوجوانشون رو، بچهشون رو با کسای دیگه مقایسه میکنن. مثلا با بچه فامیل مقایسه میکنن، با بچه دوستشون مقایسه میکنن، یا خودشون رو مدام با کسای دیگه مقایسه میکنن. مثلا من همچین ماشینی دارم و فلان آدم، فلان دوستم همچین ماشینی داره، من باید ماشینم در حد اون باشه، باید از اون بالاتر باشه. یا مدام در حال مقایسه زندگی خودشون با زندگی دیگرانه. خطای بعدی همیشه پشیمان بودن. بعضی آدم ها رو دیدین همیشه پشیمونن، نباید این حرف رو میزدم، نباید این کار رو میکردم، ای کاش فلان رشته رو رفته بودم، ای کاش با این آدم ازدواج نمیکردم، ای کاش این غذا رو درست کنم. همش مدام در حال ای کاش گفتن، ای کاش بودن و مدام در حال پشیمون بودن، از همه چیز پشیمونن، مدام غر میزنن. خطای بعدی خطایی به اسم مدام میگوییم. حالا مدام میگوییم چیه؟ مدام میگن اگه من برم یه جایی استراحت بگیرم چی؟ اگه من برم یه جایی درباره ساعتم نظر بدن چی؟ اگر من برم یه جایی
به من یه حرفی بزنن و ناراحت بشم چی؟ اگه من برم یه جایی استرس بگیرم تپش قلبم بره بالا چی؟ مدام در حال اینن که اگه اینجوری بشه چی؟ اگه این کارو بکنم چی؟ این لفظ ممکنه ما خیلی توی اطرافیانمون هم دیده باشیم. خطای بعدی خطای به نام استدلال احساسی. هر چیزی رو به احساسشون ربط میدن. مثلا میگن که من الان دلشوره دارم پس یه اتفاق بدی میفته. وای من الان تپش قلبم رفته بالا پس ازدواجم به هم میخوره. همه چیز رو به اون احساسی که در درونشونه ربط میدن. خطای بعدی خطایی به اسم باید اندیشی. این افراد میگن من برای تو این کار رو انجام دادم پس تو هم باید برای من فلان کار رو انجام بدی. من برای تو فلان هدیه خوب رو خریدم پس تو هم باید برای من هدیه خوبی رو بخری. این بهش میگن باید اندیشی. حالا یه سری خطاهایی هستن که کوتاهن، مثل اینکه میگیم من نمیتونم انجام بدم، من شایستگیشو ندارم، هیچ کس منو دوست نداره، من اصلا موفق نمیشم، من همیشه باید عالی و کامل باشم. این خطاهای کوچیکی هستن که ما ممکنه خودمون یا اطرافیانمون به کار ببرن. اگه از این کلیپ خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. نظراتتون و کامنتاتون رو بنویسین، حتما میخونم و بگین که راجع به چی دوست داریم براتون کلیپ درست کنیم. ممنون، تا کلیپ بعدی، خدا نگهدار.